و تنهون عن المنکر. شما ای امت آخر زمان، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در مجلس هاتان امر معروف و نهی منکر دارید. و این خاطر شما بهترین امت هستید. لیکن صد افسوس که امروز سخن حضرت حذیفه ابن یمان یادم آمد، صحابه پیغمبر، و حضرت گفتن یأتی علی الناس زمان، زود است که یک زمان می آید که لأن تكون فيهم جيفة حمار احب الیه من مؤمن یأمروهم و ینهاهم. زمان می آید، گفت حضرت حذیفه، که برای این مردم قد بیهوده گفتن است، صحبت اونها برای اینها خوش می آید از شنیدن سخن خدا و پیغمبر. امروز همون معرکه ها در ما و شما هستند که این گونه معرکه